ها. سلام. دیروز که قبر مادر بزرگ رو در میوردم، اختلافات سر سانتیمتر بود. یکی از بچه ها میگفت 40 سانت ارزش در 2 متر، یکی میگفت نه 45 سانت. اختلافات خلاصه سر سانتیمتر بود، سر هکتار نبود، سر متراژ نبود، سر یکی من چقدر زمین دارم، 100 هکتار دارم، 200 هکتار دارم، ویلای آنچنانی دارم و خونه های آنچنانی دارم، چند تا خونه دارم نبود. هر چند تا خونه که داشته باشی، هر چقدر ویلا داشته باشی، هر چقدر هکتار زمین که داشته باشی، میرسی به جایی که اختلافت میشه سر سانتیمتر نه هکتار. بستگی داره. از من که هیکل فکر نکنم 2 متر 185 سانتیمتر قدمه تقریبا، اینه دیگه. آخرش از این بزرگتر دیگه نخواهیدیم. خونه چند خوابه دارم نداریم، اینجا یه خواب بیشتر نیست، فقط یه خواب. پس بهتری که لازمه یه بار امتحان کنیم. پیشنهاد میدم به همه که حتما یه بار امتحان کنیم، هرچند که به امتحانش نمیارزه، ولی لااقل به این میارزه که بعد از این دیگه هی خونه دارم و منزل دارم و زمین دارم، به این فکر باشی که حق کسی نخوری، دزدی نکنی، مال مردم نخوری، حق الناس نکن، غیبت نکن، قضاوت نکن، حسادت نورز. آخرش 42 سانت در 2 متر. تمام.